صبر، ثبات نفس، اطمینان و مقاومت در برابر عوامل طبیعی. به راستی صبر چیست و چه تأثیری بر روی راندمان ما خواهد گذاشت؟ آیا واقعا مهمه یا فقط یه دروغ تبلیغاتیه؟ امروز اینجام تا این موضوع رو باز کنم. پس اگه علاقه‌مندی بام همراه شو. سلام. برای دوستانی که تازه با من آشنا میشن عرض میکنم گلدنای هستم و اینجا نمودار طلایی. واقعا خوشحالم که روی ویدیوم کلیک کردی. یه لطفی بهم بکن و با من چند دقیقه همراه شو. امروز میخوایم در مورد مبحث صبر صحبت بکنیم در معامله‌گری. صبر چیه؟ صبر یعنی این که من بتونم به مقدار زمانی که نیازه پشت چارت صبر بکنم تا اینکه اون اتفاقی که در استراتژی من مشخص شده بیفته. درست؟ پس من باید صبر بکنم یه اتفاقات خاصی که من قبلا با بک تست و فوروارد تست گرفتم اتفاق بیفته. حالا چرا صبر مهمه؟ چون در بازارهای مالی ما چیزی داریم به اسم بازی مجموع صفر. یعنی چی؟ یعنی اینکه نقدینگی جز چیزی که معامله گران وسط میذارند وجود نداره. اوکی؟ یعنی اینکه شما وقتی یک پوزیشن $100 باز میکنی و به شما 10% سود میده که معادل $10، در واقع دارید از یک معامله گری که خلاف شما یک پوزیشن باز کرده و $10 ضرر کرده اون پول رو میگیرید. یعنی اینکه اون باید $10 ضرر کنه تا اینکه شما $10 سود کنید. به این میگن بازی مجموع صفر. یعنی مجموع تمام اعدادی که روی میزه به صفر میل میکنه و صفر میشه. اوکی؟ پس از این موضوع چه نتیجه‌ای میگیریم؟ اگه دقت بکنی یه سری زمانهایی وجود داره که بازار شروع میکنه به رنج زدن. اونم برای مدت زمان طولانی، مثلا 10 هفته، چند روز، حالا هرچی. خب توی این زمانها معمولا نقدینگی داخل مارکت کاهش پیدا میکنه. زمانی که نقدینگی کاهش پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ توی این زمانها معامله کردن سخت میشه. حتما تجربه کردید وقتی که قیمت داخل یه باکس میفته باز کردن یک پوزیشن باهاش به شدت سخت میشه، مخصوصا اگه داخل خود اون باکس بخواید پوزیشن باز کنید. حالا میدونید علتش چیه؟ علتش چیه؟ این که نقدینگی کاهش پیدا کرده. یعنی اوردرهای خرید کف خط اون باکس گذاشته شده و اوردرهای فروش بالای خط مقاومت اون باکس گذاشته شده. توی این حالت داخل این باکس زیاد معامله انجام نمیشه. خب برای همین قیمت هیجانی تر رفتار میکنه. اگه دقت بکنی من گفتم اینجا یه مفهومی به اسم عرضه و تقاضا وجود داره. درسته؟ عرضه و تقاضا چی میگه؟ میگه که ببین توی این بازی که تو داری انجام میدی تعداد کمی دارن شرکت میکنن، توی این باکسه تعداد کمی دارن معامله میکنن. در نتیجه کندل ها که بر اساس عرضه و تقاضا دارن رفتار میکنند هیجانی تر حرکت میکنن، بی منطق تر دارن حرکت میکنن و اینجوری میشه که تو گیر میکنی توی این باکس و پوزیشن ها هی استاپ میخوره. فهمیدی؟ حالا اگه تو یه فردی باشه که صبور نیست چیکار میکنی؟ وارد بازی این باکس میشی. یعنی چی؟ هی دائم شروع میکنی به باز کردن پوزیشن، هی پوزیشن های بیشتر باز میکنی و این پوزیشن های بیشتری که باز میکنی موجب میشه که چی؟ تو بیشتر ضرر بکنی. چرا؟ چون اصلا کسی نیست که بتونی باش بازی بکنی. فهمیدی؟ وقتی کسی نیستش که باهاش بازی بکنی اونی که میبازه کیه؟ تویی. فهمیدی؟ پس توی این داستان صبر خیلی مهمه. من باید درک بکنم نقاطی که توی استراتژی من مشخص شده که نباید پوزیشن باز کنم، نباید پوزیشن باز کنم.
اوکی؟ به طور کلی آدمی که صبوره، بذار اینطوری بهت بگم، تریدر حرفه‌ای تفاوتش با تریدر آماتور چیه؟ تریدر حرفه‌ای صبر رو یاد گرفته. صبر بهش اجازه میده که بتونه نقطه درست رو پیدا بکنه، پس منطقی رفتار میکنه. چرا؟ چون صبر داره، اجازه نمیده چیزی جلوشو بگیره. تریدر آماتور چی کار میکنه؟ تریدر آماتور میاد احساسی عمل میکنه، چون صبر بلد نیست، فقط دلش میخواد تو این لحظه یه پوزیشن بال بکنه. گرفتی؟ فقط دنبال اینه یه پوزیشن داشته باشه، اهمیتی نداره که اون نقطه‌ای که داره این کارو میکنه دلیل منطقی برای باز کردن داره یا نه. پس چی کار میکنه؟ میاد به صورت احساسی یه پوزیشن باز میکنه و به موجب باز کردن اون پوزیشن بیشتر ضرر میکنه و این میشه که لیکوید میشه. خب پس فهمیدی که صبر یک المنت مهمه، یک اجزای مهمه در چی؟ در ایجاد تفکر یک معامله‌گر حرفه‌ای. پس باید یادش بگیری، باید سعی بکنی بهش مسلط بشی. خب حالا یه نکته بهت بگم، حتما فکر میکنی یه استعداده. آره؟ نه، اتفاقا اصلا استعداد نیست. تو میتونی با تمرین کردن به دستش بیاری. باید یه سری تمرینات انجام بدی که صبرت رو بالا ببره. منظورم از این که تمرین کنی این نیست که لزوماً داخل معامله‌گری باشه اون تمرین ها. میتونی یه سری تمرین هایی مثل مدیتیشن امتحان کنی. مهم اینه که بتونی صبرت رو بالا ببری. فقط همین. هدف من اینه که بهت بگم باید این مهارت صبر رو به دست بیاری، اما برای هر کی راهش متفاوته و خودت باید این راهو بری و پیداش بکنی. و این موضوع اصلا چیز بی هدفی نیست. همونطوری که بهت گفتم یه چیز لازمه برای یک معامله‌گر که بتونه این موضوع رو درکش بکنه و بهش مسلط بشه. و نکته بعد اینه، صبر کردن به معنی منتظر بودن نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو نیازی نیستش که پشت چارت بشینی و منتظر بمونی که اتفاقاتی که مشخص کردی بیفته. میتونی یه آلارم ست بکنی و بری به یه کار دیگه برسی. زمانش که برسه خود چارت مطلعت میکنه که برگردی. پس صبر کردن مساوی با منتظر بودن نیست. این موضوع خیلی مهمیه. نکته بعدی اینه که توجه کن، حال روحی هم تاثیر داره روی این موضوع. باید با خودت اوکی باشی تو اون لحظه‌ای که میخوای یه پوزیشن باز بکنی یا اینکه تحلیلت رو انجام بدی و بدونی که الان رو فرم منطقی دی، نه احساسی. و سعی کن کلافه نباش، ریلکس باش. باید یه کاری بکنی که این ببین، فکر کن معامله‌گری یه شغل. خب باید یه کاری بکنی که رو بدنت بشینه. خب درست مثل یه ورزشکاری که یه حرکت رو تمرین میکنه تا اینکه روی بدنش بشینه. تو هم باید همین کارو بکنی. یعنی باید یه کاری بکنی که کلافه نشی. آروم باش، سخت به خودت نگیر. باید بتونی این فعالیت رو با کمترین مصرف منابع ذهنی انجام بدی. اون وقته که واقعا یه معامله‌گر شدی. این مفهوم هایی که دارم براتون میگم مفهوم های به ظاهر شاید کم اهمیتی بیانده، اما واقعیت اینه که برای معامله‌گر بیشتر از این که درک سواد تحلیل تکنیکال داشته باشه و مفهوم‌های پرایس اکشن و اینا رو درک بکنه، این مهمه که بتونه افکارش رو مدیریت بکنه و یه تفکر منطقی داشته باشه. اما متاسفانه همیشه به این موضوع کم توجهی میشه و چیزی که من میبینم اینه که به آموزش‌های تحلیل تکنیکال بیشتر بها داده میشه متاسفانه. اما با این حال چاره‌ای نیست، باید این مفاهیم رو هم درک کنیم و یاد بگیریم، وگرنه با یادگیری صرف فقط اون مفاهیم تحلیل تکنیکال نمیتونیم به اون معامله‌گری که میخوایم تبدیل بشیم. شاید موقتا بتونی یه سود کمی رو بکنی، ولی اینو یادت نره تو قراره در بلند مدت زنده بمونی.
و در بلند مدت چیزی که بهت آسیب میزنه چیه؟ خودتی. آره، خودت بزرگترین دشمن خودتی. پس باید جوری خودت رو آماده بکنی و تمرین بدی که به جایی که بزرگترین دشمنت باشی بهترین دوستت باشی. خب دیگه پرحرفی نکنم. مفهوم صبر یه مفهوم چجوری بگم، مفهوم های روانشناسی مفاهیم پیچیده‌ایه، اما در این حال مفاهیم ساده‌ای هم هست و خب یکم عجیبه دیگه. در حال پرحرفی نکنم. ممنون که تا اینجای ویدیو با هم همراه بودی. امیدوارم که خوشت اومده باشه. اگه دوست داشتی لایک رو بزن و سوالی داشتی برام کامنت کن. خوشحال میشم که جوابتو بدم و سابسکرایب من فراموش نشه. ارادت، گلدنای.